سلام عزیزان، شفیع هستم، گروه تابلو سازی رضا. تو این ویدیوی آموزشی میخوام بهتون نحوه نصب فلاشر روی تابلو رو بهتون آموزش بدم. فلاشر رو انواع مختلفی داره، شرکت های مختلفی، ولی خارج از اون بحث برندش و شرکتش و اینها، در دو مدل قابدار و بدون قاب ممکنه تو بازار دیده باشید. تفاوتی از لحاظ کیفیت ممکنه نکنه. حالا تو یک شرکت خاص، فرض کنید که یه برند خاص میتونه هم قابدار داشته باشه هم بدون قاب. تنها تفاوتی که این دوتا دارن، مزیتی که به عبارتی قابدارها داره، اینه که احتمال اتصالی کردن پایه ها به بدنه فرض کنید حالا آهنی یا ترانس اینا کم میشه و احتمال سوختن فلاشر اتفاقش کمتره. بنابراین من قابدارش الان براتون توضیح میدم و پیشنهادم اینه که تا جایی که میتونید قابدار بگیرید که یه وقتی خدای نکرده اتصالی نکنه و نه خود فلاشر بسوزه نه تابلو و یا نه اینکه خدای نکرده آتش سوزی بشه. خب فلاشر را با توجه به تعداد خروجی هاشون، مثلا این فلاشر الان 4 کانال خروجی داره، بهش میگیم 4 کانال. با توجه به تعداد خروجی هاشون میتونه از 2 کانال شروع بشه، 3 کانال، 4 کانال و تا شاید بعضی مواقع تا 16 کانال هم باشه. اما چیزی که ما نیاز داریم به تعداد تابلو وابستگی داره. فرض کنید اگه ما 2 تا تابلو داریم، خب 2 کانال کافیه، یا 4 تا تابلو داریم یه 4 کانال کافیه. حتی در مواردی اگه تابلوهای ما کوچیک باشن، ما میتونیم ضربدری اینها رو به هم دیگه وصل کنیم. فرض کنید 4 تا تابلو داریم، 4 تا کلمه کوچیکن، میتونیم اولی رو با سومی به یک فلاشر 2 کانال اگه داریم، اولی و سومی رو به کانال اول، دومی و چهارمی رو به کانال دوم وصل کنیم. یعنی با یک 2 کانال هم میتونیم 4 تا تابلوی کوچیک رو حالت فلاشر بهش بدیم، راه اندازش کنیم. بنابراین شما باید به این نکته توجه کنید که اگر تابلوهای شما هر تابلوش زیر 10 آمپر جریان بکشه، میتونید اون رو به یک کانال وصل کنید. و اگر که کمتر از 10 آمپره، فرض کنید تابلوهای شما 2 تا تابلوی کوچیک دارید که هر کدوم نهایتاً مثلا 4.5 یا 5 آمپر جریان میکشه، میتونید هر دوتایی رو به یک کانال وصل کنید. این نوع فلاشری که الان من دستمه بهتون دارم نحوه اتصالش رو بهتون میگم، این فلاشر میتونه روی هر کانال خروجیش 10 آمپر جریان خروجی بده. یعنی شما اگر یه تابلوی حدوداً 1 متری داشته باشید، یک تابلوی 1 متری حدود 5 آمپر حد اکثر جریان خروجی که نیاز داره یا جریانی که میکشه نهایتاً 5 آمپر باید باشه. یک تابلویی که طولش 1 متر باشه. بر اساس تجربه، حالا کلمات مختلف، LED های مختلف، جریان ها متفاوته، ولی حدودی ما اگه در نظر بگیریم، نهایتا شما برای یک تابلوی 1 متری 5 آمپر جریان نیاز داری که میتونی به یک کانال وصل کنی یا 2 تا تابلو رو به یک کانال اتصال بدی، مشکلی پیش نمیاد. این فلاشرها پشتش کاملش توضیحش نوشته، 8 برنامه ترکیبی داره و نوشته جریاندهی هر کانال هم 10 آمپره. یعنی شما 4 تا تابلوی 1 متری میتونید به این وصل کنید، یا 8 تا تابلوی 1 متری که به هر کانال 2 تا بهش وصل بشه. حالا من این رو زیاد شلوغش نمی کنم که یه وقت خدای نکرده گیج نشید. فرض کنید ما به تعداد کانال همون تعداد هم تابلو داریم یا کمتر. شما مثلا ممکنه یک 4 کانال داشته باشی ولی 3 تا تابلو داره. خب از 3 تا کانالش استفاده کنی، یک کانالش خالی میمونه، اشکال نداره. خب تمام فلاشرها منطقشون اینجوریه که یه ورودی تغذیه دارن، یه مثبت و منفی باید از ترانس بهش برق برسونید. این فلاشرها ولتاژ ورودیش میتونه از 9 ولت تا 24 ولت بهش بدید. یعنی میتونه یک تابلویی که 9 ولت تا 24 ولت باشه رو برای شما حالت فلاشر مدیریت کنه. خب ما معمولا از ترانس 12 ولت استفاده میکنیم.
ترانس ها مدل های مختلفی دارن. به اصطلاح به این ترانس ها میگن ترانس های زنبوری. حالا با آمپرهای مختلف. فرض کنید این ترانس 12 ولت 5 آمپره، این ترانس 12 ولت 10 آمپر. حالا ما به اینا میگیم ترانس زنبوری. ارزون تر هم مثلا این هم یه نوع ترانسه که به عبارتی 12 ولت 20 آمپر فن داره. حالا چون معمولا از 10 آمپر یا 15 آمپر به بالا ترانس یه مقدار داغ میکنه، معمولا فن براش میذارن که در مواقع نیاز روشن بشه و سرد کنه. نوع دیگه ای از ترانس ها هم داریم که به اصطلاح بهش میگن ضد باران. این ترانس ها معمولا برای تابلوهای چلنیوم استفاده میشه. تابلوی چلنیوم چون در معرض بارون قرار میگیره و ترانس هم خب معمولا نزدیک تابلو باید نصب بشه که سیم کمتری از تابلو تا ترانس استفاده بشه که افت جریان کمتر بشه. معمولا ترانسش هم بیرون، حالا زیر حالا پشت تابلو نصب میشه یا زیر اون سقف اون قسمت که بارون میخوره که به اصطلاح لامپای هالوژنی اینا نصب میکنن، معمولا نصب میشه به خاطر که ممکنه بارون بهش بخوره و اتصالی نکنه. این ترانس ها به صورت ایستاده این قسمت بالا پیچ میشه و اگر آبی بالفرض از بارون یا به شکل دیگه آب بریزه روی این، آب از این کنارها میاد پایین و خارج میشه و داخل ترانس آب نمیره. این ترانس معمولا داخلش فن نصب شده که سرد کنه. حالا شما فنش رو مشاهده نمی کنید ولی وقتی روشن کنید صداش حتما خواهید شنید و بهش میگن ترانس ضد باران. مزیت‌های دیگه ای که داره اتصال کوتاه رو جلوشو میگیره. اگر خدای نکرده شما سیم مثبت منفیتون به هم دیگه وی مثبت با وی منفیتون اتصال پیدا کنه، خودش اتومات تشخیص میده که اتصال کوتاه شده و ترانس رو یه لحظه قطعش میکنه که خدای نکرده آتش سوزی اتفاق نیفته. حالا اگر که جریان زیادی از ترانس کشیده بشه، یعنی اینکه یه جایی اتصال کوتاه شده جریان زیادی داره کشیده میشه، بازم جلوشو میگیره، خودش اتومات قطع میشه که تابلو نسوزه یا آتش سوزی نشه. و همچنین ولتاژ اضافه ای اگر از ترانس خروجی داشته باشه خودش اتومات جلوشو میگیره. خب بسته به این که از چه ترانسی استفاده میکنید، همه اینها یه ورودی برق 220 دارن که معمولا حالا یا با برچسب مشخص شده یا این قسمت هک شده، مثل این ترانس‌های زنبوری. حالا اگر توی تصویر دیده بشه این قسمت نوشته LNAC و معمولا هم یه برچسب خطر زدن اینجا که متوجه باشید ولتاژ ورودی این قسمت 220 LN فاز و نول برق 220. حالا مثلا این ترانس‌هایی که ما استفاده می‌کنیم حتی با قرمز اینجا مشخص کرده. یا این ترانس ها مثلا یه برچسب زده گفته آقا LN و این قسمت هم که این پین اتصال به زمینشه، سیم ارتس میتونید به اینجا وصل کنید. پس یه L دارید، N یعنی فاز و نول برق 220 که وصل میشه، اینجا هم که اتصال به زمین. خب حالا ترانس ها بسته به جریانی که خروجی میدن ممکنه تعداد ترمینال های بیشتری داشته باشن نسبت به اون جریان کمتر. فرض کنید که اگر ما یه ترانس 5 آمپر داریم استفاده میکنیم، 12 ولت 5 آمپر استفاده میکنیم، خب الانش که برق 220، این هم سیم اتصال به زمینه که اگر تمایل داشتید میتونید یک سیم وصل کنید و به آهن ساختمان وصل کنید یا به اتصال به زمین ساختمان وصل کنید که اگر خدای نکرده رعد و برقی یا حالا بر دلیل اتفاقی افتاد برق بار اضافی به زمین منتقل بشه، ما به این کار نداریم. پس 220 رو که بذاریم کنار، دو تا پایه میمونه اینجا، دو تا ترمینال داره نوشته وی مثبت وی منفی. این ترانس چون خروجی آمپرش کمه، معمولا از یک ترمینال منفی و یک ترمینال مثبت بیشتر نیاز نداره. شما میتونید هر تعداد سیمی که از تابلوهاتونه مثبتاشو وصل کنید به وی مثبت، منفیاش هم همگی رو به هم وصل کنید به وی منفی بزنید، مشکلی پیش نمیاد تا زمانی که این
جریان مورد نیازتون رو تامین کنه مشکلی پیش نمیاد. ممکنه مثلا بعضی ترانسفورمر مثل این 10 آمپر باز چون جریان بیشتری خروجی میده 2 تا وی مثبت و 2 تا وی منفی کانکتور برای شما گذاشته، 2 تا ترمینال گذاشته که بتونید سیماهاتون رو بین اینو تقسیم کنید. مثلا 2 تا تابلو رو به این وصل کنید، 2 تا تابلو رو به این وصل کنید. این وی مثبت ها از پشت به هم دیگه وصلن. یعنی اینجوری نیست که بگید این برای خودش داره ولتاژ مثبت خروجی میده، این هم یه ولتاژ مثبت دیگه. نه، 10 آمپری که این ترانس قراره بده هر 2 تا 10 آمپر به این 2 تا وصله، مثبتاش به هم دیگه وصله، منفیاش به هم دیگه وصله. یعنی شما اگر 10 آمپر رو کامل از یک پین وی مثبت و یک دونه وی منفی هم بگیرید تفاوتی نمیکنه که با این که شما مثلا 10 آمپر رو 2 تا تابلوی 5 آمپری یکی به این وصل کنید یکی به این و منفیاش هم به این وصل کنید. پس ما تعداد ترمینالی که میبینید اینجا داریم فرقی نمیکنه برای ما که بگیم آقا چون ترمینال بیشتری داره پس حتما میتونیم تابلوهای بیشتری وصل کنیم، اونی که ترمینال کمتر داره تابلوهای کمتر. معمولا چون جریان بیشتری میکشه تقسیم بار کردن، شما سیماتون رو مثلا بیاد به جایی که به یک کانکتور وصل کنید به 2 تا تقسیم کنید، 2 تا تابلو دارید بین این 2 تا بذارید، 4 تا تابلو دارید 2 تا به این 2 تا وصل کنید. و یا اینکه مثلا فرض کنید این ترانس های 33 آمپری 12 ولت 33 آمپری خب 3 تا وی مثبت و 3 تا وی منفی گذاشته. اگر تو تصویر دیده بشه این 3 تا وی مثبت نوشته اینجا، این 3 تا وی منفی. خب اینم که اتصال به زمین، الان هم که برق 220. یا مثلا این شاید واضح تر باشه، ال و ان اتصال به زمین، 3 تا کام نوشته که ما اینو بهش میگیم وی منفی، 3 تا وی مثبت هم نوشته که میگیم وی مثبت. بعضی ترانس های پتانسیومتر هم اینجا گذاشتن، یه ولومیه که با پیچگوشتی ریز میتونید بچرخونیدش. معمولا اینو نباید دستکاری کنید، این 12 ولت تنظیم شده. در مواقعی ممکنه بخواید مثلا ولتاژ 12 رو بکنید 13 ولت یا برعکس 1 ولت کم کنید بشه 11 ولت. یه ترانس تقریبا 1 ولتی میتونید کم یا زیادش کنید که ما با این کاری نداریم، بهتره که دستش هم نزنید. حالا این ترانس های معمولی، ترانس های زنبوری این پتانسیومتر رو گذاشتن. خب همه اینها هم یه LED کوچولو کنارش گذاشتن که مشخص بشه تابلو روشن هست یا خاموش. از ترانس های اینا بهش میگن ترانس صنعتی، حالا چه زنبوری چه ضد باران. بگذاریم یه نوع دیگه ای از ترانس ها بهش میگیم آداپتور، تقریبا بهش میگیم آداپتورهای قاب پلاستیکیه. اینا معمولا زیر 5 آمپرن و برای مثلا یه دونه تابلو خوبه. یه خروجی بهتون داده، یه حالت فیش سوزنی داره، شما میتونید اینو قطعش کنید، سیم مثبت و منفیش رو به فلاشر یا به تابلو وصل کنید. برق 220 میخوره، این ورش هم خروجیش که قسمت سوزنیه برای وصل کردن به تابلو. اینا ارزون تره ولی خب به اندازه صنعتی ها شاید کیفیت نداشته باشه یا خروجی واقعی اینا شاید کمتر از این اگه 12 ولت 5 آمپره احتمال اینکه 5 آمپر واقعی بهتون بده بیشتر این نسبت به این که نوشته 5 آمپر شاید 4 آمپر خروجی واقعیش باشه. اسمن 5 آمپر ولی 4 آمپر مثلا در وقتی زیر بار قرار میگیره بیشتر نمیتونه خروجی بده یا بیشتر از اونش احتمال اینکه بیش از حد داغ بشه بدنش یا بسوزه هست. خب ما گفتیم که برای فلاشر یه تغذیه نیاز داریم. شما یه مثبت داری یه منفی. برای اینکه این برق این فلاشر تامین بشه شما باید از وی مثبت این ترانس یه سیم وصل کنید به مثبت فلاشر و از وی منفی هم به منفی فلاشر. من الان براتون یه تیکه سیم الان بیارم براتون این کار انجام بدم که عملا ببینید